سلام دوستان، وقتتون بخیر. محمد رحیمی صادق هستم و تو این ویدیو هم ببینیم چجوری میتونیم تو کارگزاری آلپاری حساب فارکس بسازیم. من قبلا هم تو کانال آپارات، هم کانال یوتیوب و هم پیج اینستاگرام ویدیو برای ساخت حساب فارکس تو کارگزاری فارکس تایم FXTM گذاشته بودم، اما از اونجایی که فارکس تایم اعلام کرده که حساب مشتری ایرانیشو تا آخر سال 2020 انتقال میده به آلپاری، من اون ویدیو رو حذف کردم و جاش این ویدیوی ساخت حساب آلپاری رو میذارم. برای ساخت حساب تو کارگزاری آلپاری وارد سایت اصلی آلپاری به آدرس alpari.com alpari.com که شدین، این سمت راست این بالا گزینه ریجستر رو کلیک میکنیم. تو این صفحه که باز میشه باید مشخصاتمون رو وارد کنیم. فیلد اول نامه. اینو بگم همین اول، من این حساب رو با مشخصات غیر واقعی خودم میسازم که فقط نشون بدم ساخت حساب آلپاری چجوریه، اما شما باید همه این مشخصات رو نام و خانوادگی، ایمیل، مدارکی که جلوتر نشونتون میدم چجوری باید آپلود کنید، همه اینا باید مشخصات واقعی خودتون باشه. خب فیلد اول نام هست، اسم کوچیک، نام خانوادگی. فیلد بعدی ایمیلتون رو باید وارد کنین. خب تو فیلد بعدی باید شماره تلفنتون رو وارد کنین. من اینجا یه شماره تلفن رو وارد میکنم. بذارید یه شماره وارد کنم یه دفعه پیام نره برای بنده خدا، حداقل بدونیم شماره وجود نداره. اینجا تیکه من شرایط توافق نامه رو میپذیرم میزنیم و گزینه کانتینیو رو کلیک میکنیم. تو فیلد بعدی باید وارد کنیم کشور محل اقامت رو. خب ایران، شهر محل اقامت تهران و باز هم کانتینیو. خب اینجا یک کد تاییدیه باید برای ما بفرسته. سایت آلپاری از ما میپرسه که این کد رو به ایمیلت بفرستم یا به SMS کنم به شماره‌ای که توی صفحه قبل وارد کردی. خیلی وقتا این کدای تاییدیه که باید SMS بشن به شماره‌های ایران نمیدونم به چه دلیلی نمیرسن به دست ما. پیشنهاد میکنم بذارید روی همون ایمیل باشه. اینجا کد کپچا 1396 و بعد کد کپچا رو که زدید get code رو این پایین کلیک کنید. یه کد باید ایمیل بشه برای ایمیلی که توی صفحه اول وارد کردیم. خب کد تاییدیه برای من اومد 3042. این تیکه این پایین الزامی نیست این که تیکه رو بزنیم یا نه. این برای این که اگر دوست دارید از طرف آلپاری برای شما ایمیل های خبری بیاد این تیکو بزنید. اگرم نمیخواید نزنید، بذارید همینجور خالی بمونه. من نمیزنم تیکو. گزینه کامپلیت رجستریشن رو که کلیک کنیم وارد پنل کاربریمون تو سایت آلپاری میشیم. خب الان من وارد پنل کاربری حسابی که ساختم شدم. اینجا اول از من میخواد یه پسورد برای حساب انتخاب کنم. یه پسورد قوی انتخاب کنید برای حسابتون. پسوردتون باید شامل 8 تا کاراکتر باشه و حداقل یه دونه عدد توش باشه، همچنین حروف کوچیک و بزرگ و علامت های ادساین، هشتگ، دلار، درصد و اند و غیره. این پسورد رو که وارد کنید، من پسورد رو بنویسم. پسورد رو که وارد کنید، خب
خب اینجا وارد پنل کاربریمون تو سایت کارگزاری آلپاری میشیم. اما برای اینکه ساخت حسابمون انگاری کامل بشه باید از مدارک هویتیمون عکس بگیریم و برای آلپاری بفرستیم، آپلود کنیم تو سایت آلپاری. برای این کار باید بیایم تو این قسمت تب مای اکانت، این بالا سمت چپ، و بعد گزینه آپلود داکیومنت رو انتخاب کنیم. اینجا من وارد فضای مای اکانت حسابم میشم. خب یه سری گزینه‌ها رو که ما قبلا وارد کردیم، اسم رضا رحیمی، حالا من اسم محمد البته نوشته اسم و فامیل به حروف لاتین که خب من همونجا به حروف لاتین وارد کردم. جنسیت رو اینجا انتخاب میکنیم. تاریخ تولد رو به میلادی اینجا انتخاب میکنیم. بعد ایمیلمون رو که قبلا وارد کردیم اگر اینجا خواستیم میتونیم تغییرش بدیم. شماره موبایلی که وارد کردیم هم میتونیم اینجا تغییر بدیم. اینجا از من پرسیده که زبانت به چه زبانی پنل کاربریت باشه. خب من میتونم گزینه فارسی رو هم اینجا دارم، شما میتونید گزینه فارسی رو هم اینجا انتخاب کنید یا بذارید رو همین انگلیسی باشه. تابعیت ایران. آیا میخوای در تحقیقاتی که ما برای مشتریامون ترتیب میدیم شرکت کنیم؟ من میذارم رو گزینه نو. خب اینجا از من میپرسه که دوست داری حسابت توی فرم باشه. من اگه بخوام حسابم توی فرم باشه باید کرییت رو انتخاب کنم، اونجا یه یوزرنیم بسازم. این اصلا الزامی نیست برای ما که فقط توی مرحله اول ساخت حساب فقط میخوایم یه حساب معاملاتی بسازیم. این برای اینکه توی فورم هایی که بحث و گفتگو راجع به بازار هست شرکت کنیم، بعداً هم میتونیم این گزینه رو تغییر بدیم. فعلا پیشنهاد میکنم شما بذارید توی همین حالت بمونه و حساب فرم نسازید. اینجا جاییه آپلود یور داکیومنتس. اینجا جاییه که من باید عکس از مدارک هویتیم بگیرم و آپلود کنم برای آلپاری. بدون این مرحله ساخت حساب شما تکمیل نمیشه، یا در واقع اینجوری بگم حساب شما تایید نمیشه. اول اینجا پرسیده که از چه مدرک شناسایی میخوای عکس بگیری و آپلود کنی یا اسکن بگیری و آپلود کنی. خب اینجا گزینه‌ای داریم مثلا کارت اعتباری، پاسپورت آیدی، پاسپورت یا کارت شناسایی، اظهارنامه بانکی. من میذارم رو همون پاسپورت یا آیدی. اگر میخواید مثل من از پاسپورتتون یا گواهینامه رانندگی یا کارت ملیتون عکس بگیرید، بذارید رو همین گزینه اول پاسپورت آیدی باشه. خب اینجا جاییه که ما باید بذارید همشون رو توضیح بدم. اگر میخواین از گواهینامه رانندگی، هم گواهینامه رانندگی که تو ایران دارین استفاده میکنید، خب اگه میخواین از گواهینامه‌تون عکس بگیرید، با گوشی موبایلتون میتونید خیلی راحت گواهینامه‌تون رو بذارید روی سطحی. عکس که ازش میگیرید، عکس اول لوی گواهینامه باشه، هم از پشت گواهینامه. دوم این که عکس حتما باید جوری باشه که نوشته های توی عکس، اگر از گواهینامه‌تون دارین عکس میگیرین، تمام نوشته ها، شماره گواهینامه، اسم و فامیلتون، تاریخ تولدتون کاملا خوانا باشه. خب اگه دارین از گواهینامه رانندگیتون عکس میگیرید، از پشت و روش با گوشیتون میتونید عکس خوانا بگیرید. عکس‌ها رو منتقل کنید به کامپیوتر یا لپتاپتون که دارین باهاش حساب میسازید و آپلود کنید تو سایت آلپاری. یا اگه با گوشیتون دارین حساب میسازید، همونجا مستقیم آپلود کنید تو سایت آلپاری توی این قسمت. اگه دارید از کارت ملیتون عکس میگیرید، باز هم دقیقاً به همین شکل کارت ملیتون از پشتش و از روش عکس بگیرید، با گوشیتون آپلود کنید تو این قسمت. شما وقتی که عکس‌ها رو انتقال دادید به کامپیوترتون یا اگه با گوشیتون دارین حساب میسازید، این گزینه رو که بزنید، محل این جایی که عکس‌ها هستن توی کامپیوتر یا گوشیتون رو انتخاب میکنید و عکس‌ها رو آپلود میکنید. و اگه دارید از پاسپورتتون عکس میگیرید، از همون صفحه اول پاسپورتتون به صورت کاملی عکس بگیرید و آپلود کنید. عکس رو که آپلود کنید کافی فقط از یکی از این مدارک، حالا یا پاسپورت یا کارت ملیتون یا گواهینامه رانندگیتون، عکس بگیرید آپلود کنید. معمولا بین 1 تا 2 روز کاری طول میکشه تا حسابتون تایید بشه، به شرطی که عکستون رو
خانه عکس بگیرید، اطلاعات حسابتون کاملا منطبق باشه با اطلاعاتی که تو این مرحله قبل وارد کردیم. خب بازم میگم 1 تا 2 روز کاری طول میکشه تا از طرف آلپاری برای شما ایمیل بیاد که آره حساب شما تایید شده و حالا میتونید حساب معاملاتی بسازید و شروع کنید به معامله کردن. خب ما فرض میکنیم اومدیم حسابمون هم تایید کردیم، میخوایم حساب معاملاتی بسازیم. خب همینجوری که خودتون میدونید ما تو هر کارگزاری یه بار میایم حساب کارگزاری میسازیم، همین مراحلی که تا الان دیدیم، عکس میفرستیم، مشخصاتمون رو وارد میکنیم، بعد میایم حساب معاملاتی میسازیم. حساب معاملاتی رو میتونیم یه دونه یا چند تا بسازیم. حسابای معاملاتی مختلفی کارگزاری ها به ما ارائه میکنن. بعد از اینکه ما حساب ساختیم توی سایت، توی کارگزاری آلپاری برای ساختن حساب معاملاتی، بعد از اینکه حساب ساختیم تو کارگزاری آلپاری و حسابمون تایید شد، برای ساخت حساب معاملاتی میایم توی این قسمت شو منیو، این فیلد نارنجی رنگ روش کلیک که بکنیم رو قسمت اوپن اکاونت و این زیرش فارکس، سپات متالز اند CFDs، فارکس فلزات گرانبها و معاملات CFD کلیک که بکنیم، خب اینجا وارد قسمت ساخت حساب معاملاتی میشیم. برامون مهم از بین این حسابا کدومشون رو میخوایم انتخاب کنیم. من یکی یکیشون رو توضیح میدم. اولا که اینجا شما میتونید حساب دمو بسازید برای اینکه یه حساب آزمایشی بسازید، باهاش آزمایشی توی فارکس معامله کنید. ما اینجا بحثمون سر ساخت حساب فعال یا زنده معاملاتیه. اینجا انواع حسابی که داریم و یکی یکی با هم بررسی میکنیم. نوع اول حساب استاندارد MT4. حساب استاندارد MT4 پلتفرم معاملاتیش متاتریدر 4، چه برای PC چه برای موبایلتون. با نرم افزار متاتریدر 4 معامله میکنید. مینیمم دیپازیت، حداقل موجودی که برای فعال کردن این نوع حساب استاندارد MT4 لازم هست $20 یا 20 یورو و اینکه سپرد این حساب از 0.3 پیپ هست. خب نوع بعدی حساب نانو MT4 هست. نانو MT4 هست. شما با حساب نانو، اگه اینجا حساب نانو بسازید، میتونید با حجم نانولات وارد معاملاتتون بشید و اینکه اگه تازه واردید میتونید این نوع حساب رو بسازید و با حجم نانو که برابر با 100 واحده وارد معاملات بشید. خیلی از کارگزاری‌ها اصلا حجم نانو رو برای معاملاتشون پشتیبانی نمی‌کنن تو هیچ نوع از حساب‌هاشون، اما خب میتونیم بگیم خوشبختانه آلپاری حساب‌های نانو رو هم برای مشتریاش فراهم کرده. اگر که تازه واردید میخواید با سود و زیان کم معامله کنید برای اینکه یه خورده یاد بگیرید، دستتون بیاد معاملات، میتونید اینجا حساب نانو MT4 بسازید که پلتفرم معاملاتیش متاتریدر 4 و چیز دیگه هم که هست این که شما اگر بخواید حساب نانو MT4 بسازید، هیچ حداقل موجودی برای فعال کردن حساب قرار نیست بریزید به حساب. شما با هر چقدر حساب رو شارژ کنید میتونید وارد معامله بشید. میبینید اینجا مینیمم دیپازیت 0 سنت آمریکا یا 0 یورو هست. نوع بعدی نوع ECN MT4 هست. باز هم پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4، حداقل موجودی برای فعال کردن حساب ECN $300 یا یورو هست و اسپرد معاملات هم از 0.1 پیپ هست. نوع بعدی پرو ECN MT4، باز هم پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4، حداقل موجودی برای فعال کردن حساب $500 یا یورو هست و اسپرد معاملات از 0. نوع بعدی حساب استاندارد MT5 متاتریدر 5. پلتفرم معاملاتیتون، اپلیکیشنی که باش معامله میکنید متاتریدر 5، حداقل موجودی برای فعال کردن حسابتون $100 یا 100 یورو، اسپرد معاملاتتون هم از 0.3 پیپه. و نوع آخر هم حساب ECN MT5 که باز هم پلتفرم متاتریدر 5 و حداقل موجودی $500 یا یورو و اسپرد هم از 0 پیپ. شما هر کدوم از این حساب ها رو که خواستید میتونید اینجا انتخاب کنید. من به عنوان مثال میذارمش رو همون استاندارد MT4 و بعد توی قسمت Account Denomination شما انتخاب میکنید که میخواید
حسابتون با چه ارزی باشه، در واقع با چه ارزی میخواین این حسابو شارژ کنید، یورو یا دلار آمریکا. خودش به صورت پیش‌فرض رو دلار آمریکاست. اینجا حالا دیگه خودتون بستگی داره، خودتون انتخابتون چی باشه. اگه میخواین حسابتون رو به دلار شارژ کنید بذارید رو همین دلار یو اس دی باشه. دیگه این که این پایین دو تا گزینه دیگه هم داریم. یه سری مسابقاتی ظاهرا داره آلپاری، اینکه گفته این حساب رو توی مسابقات هم شرکت داده بشه یا نه. میتونید این تیکو بزنید. اگر تیک رو بزنید میبینید که ظاهرا دو نوع مسابقه داره آلپاری، فرمولا افکس و تریدر وارز، جنگ بین تریدرها. اگه بخواید اینجا چیز کنید یه باید یه اسم مستعارم برای حسابتون اینجا انتخاب کنید و بعد این تیک ها رو هم بزنید. خب من این تیک رو برمیدارم، سختش نکنیم دیگه. و گزینه دومم این که یه حساب MQL5 کمیونیتی اینجا برای خودتون بسازید. باز هم اگه این تیک رو بزنید اینجا باید برای حساب MQL5 کمیونیتی تون یه یوزری وارد کنید. باز هم من اینو نمیزنم که پیچیده نشه. الان من انتخاب کردم پس حسابم رو استاندارد MT4. این پایین اوپن اکانت رو که بزنم حساب معاملاتی من ساخته میشه و آلپاری مشخصات حساب رو به هم میده. ببینید اینجا دیگه الان مشخصات حساب رو به من داد. خب منتها این حسابی که من ساختم نه قرار عکسی بفرستم که تایید بشه و نه اینکه قرار شارژ بشه باش معامله انجام بشه. اما شما که این کارا رو کردید، بعد از اینکه عکس فرستادید، حسابتون تایید شد و حساب معاملاتی رو الان اینجا ساختید، این مشخصات رو نیاز دارید برای لاگین کردن توی متا تریدر. لاگین، پسورد و سرور. این مشخصات حسابیه که من ساختم. خب قاعدتا من نباید این مشخصات رو در اختیار کسی قرار بدم، اما چون این حساب با اطلاعات غیر واقعی من ساختم و قرار نیست عکسی بفرستم که تایید بشه که بعد بتونم اصلا شارژش کنم، بنابراین این اطلاعات رو میتونید ببینید. لاگین و پسورد و سرور، این اطلاعات شما لازم دارید برای لاگین کردن تو متا تریدر. برای اینکه ببینیم چجوری میتونیم با این مشخصات حسابی که ساختیم لاگین کنیم توی متا تریدر. ما متا تریدر رو که دانلود کردیم، خب من الان متا تریدرم لاگین هست توی کارگزاری فارکس تایم. متا تریدر رو دانلود که کردیم، این گزینه فایل، تب فایل در واقع کلیک میکنیم. قسمت لاگین تو ترید اکانت، روی این کلیک میکنیم. توی این صفحه ما باید مشخصات همین حسابی که الان ساختیم توی آلپاری رو وارد کنیم. میبینیم اینجا 3 تا گزینه داریم. یکی لاگین هست که عدد جلوشه، این عدد رو کپی میکنیم، میایم اینجا توی فیلد لاگین پیستش میکنیم. بعد باز یه گزینه داریم پسورد، اونم کپی میکنیم اینجا تو فیلد پسورد پیستش میکنیم. این قسمت سرور جایی که حالا من الان همه سرورام چون با فارکس تایم لاگین کردم، سرورام فارکس تایم. وقتی که شما با آلپاری حساب میسازید و متا تریدرتون هم از همین صفحه اینجا دانلود میکنید، اون فیلد سرور رو اگه از همینجا دانلود کنید، این فیلد سرور رو که باز کنید، سرورهای آلپاری رو جاش میبینید. از بین سرورها این سرور آلپاری استاندارد 3 مثلا من باید انتخاب کنم، یا اگر گزینه دیگه هست بسته به حسابی که ساختین. خیلی دقت کنید، این سرور حتما باید همون سروری باشه که اینجا انتخاب میکنید. بعضی وقتا اسمای سرورها خیلی به هم شبیه، دقت کنید دقیقاً همون سرور رو انتخاب کنید. ببینید مثلا الان برای حساب فارکس تایم FXTM ECN خالی، ECN 0، ECN 0 دمو، ECN دمو، 4 نوع ECN داریم. من اگه اشتباه انتخاب کنم، مثلا اشتباه انتخاب کنم، لاگین نمیشه. حتما موقع وارد کردن انتخاب کردن سرور، همین سروری که اینجا نوشته شده آلپاری داش استاندارد 3 برای این نوع حساب. ممکنه شما یه حساب دیگه بسازید سرورتون فرق کنه. موقع انتخاب سرور دقت کنید دقیقاً همون نوع سرور رو انتخاب کنید. این طریقه ساخت حساب آلپاری بود و ساخت حساب کارگزاری آلپاری و بعد ساخت حساب معاملاتی. یه قسمت دیگه میمونه، اونم
شارژ کردن حسابتونه. الان ما اومدیم این حساب معاملاتی رو ساختیم، بخوایم شارژش کنیم تو همین قسمت پایین ترانسفر فاندز، همین فیلدایی که هستن، فیلد اول از ما پرسیده که ترانسفر تایپ، این که میخوای پول واریز کنی به حساب کارگزاری یا پول برداری از حساب کارگزاری. ممکنه شما قبلا حساب ساختین حالا میخواین ازش پول بردارین. من میذارم رو همون دیپازیت باشه، شارژ کردن حساب کارگزاری. بعد اینجا میپرسه از چه طریقی میخوای این حسابو شارژ کنی. گزینه‌ای که داره ایمانی های مثل نتلر، مثل به عنوان مثال اسکریل، مثل پرفکت مانی، وب مانی، رمز ارز مثل بیت کوین و همچنین تی سی والت. خب من توی ویدیوهای قبلی برای اینکه چجوری با سایت تاپ چنج بتونیم حساب کارگزاری فارکس تایم رو شارژ کنیم گفتم. اینجا هم آلپاری هم گزینه تی سی والت رو داره، منتها چون این حسابی که من ساختم هیچیش نه هنوز تایید شده، نه حتی ایمیلم رو تایید نکردم. اگه من اینجا بذارم تی سی والت و حسابم همون حساب، اینجا از فیلد بعدی ازم میپرسه که کدوم حسابتو میخوای شارژ کنی. خب مسلما ما هنوز یه دونه حساب بیشتر نساختیم، همین حسابیه 6245207 که اینجا میبینیم 6245207. خب همین حساب میخوام شارژ کنم، انتخاب میکنم. اگه میخوام با تاپ چین شارژش کنم میذارمش رو تی سی والت، میخوام به دلار هم شارژش کنم. چون این حساب واقعی نیست، من الان کنتینیو رو بزنم بهم ارور میده. من حسابم هنوز تایید نشده، مدارک نفرستادم و کلی چیز دیگه. شما وقتی همه چیزاتون درست شد، حسابتون تایید شد، اومدید حساب واقعی برای خودتون ساختین، میتونید با تی سی با تاپ چنج اینجا شارژش کنید. بازم میگم من توی ویدیوی دیگه همه یه چیزای مربوط به تاپ چنج رو، اینکه چطوری با تاپ چنج حساب کارگزاریمون رو شارژ کنیم گفتم. البته اون کارگزاری FXTM، ولی خب کارگزاری آلپاری هم روشش مشابهه. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره، به کارتون بیاد و اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.